کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داد که در یک زدخورد مسلحانه با قاچاقبران افغانی در حدود نویه جیهون ولایت ختلان در مرز با افغانستان یک قاچاقبر کشته شد و دو شریک او به طرف افغانستان فرار کردند. در نوارهای فوری از محل حادثه دیده می شود که این درگیری مسلحانه در نویه جیهون در درون یک زمین پختزار صورت گرفته است. این زدخورد روز 3 نوامبر سال 2023 صورت گرفته است ولی خبرش دوم دکامبر نشر شد. بنا به اطلاع رسمی کارمندان کمیته امنیت و نیروهای سرحدی تاجیکستان روز 3 نوامبر در منطقه دیدبانگاه رقم 5 قسم نظامی 0306 اختیار سرحدی 5 در حدود نویه جیهون یک حالت عبور غیر قانونی مرز افغانستان با تاجیکستان را با مقصد قاچاق مواد مخدر از جانب 3 نشه جلاب مسلح افغان را آشکار کردند. هنگام کوشش بازداشت مرز شکنان درگیری مسلحانه رخ داده است. در گزارش گفته می شود که در جریان زدخورد یکی از قاچاقبران با نام بشیر ولد احمد که ظاهرا 40 سال دارد به ضرر گردانیده شده، دو شریک دیگر او به سمت افغانستان فرار کردند. از جای حادثه 3 بارخلطه پلی‌اتیلنی با 25 بسته یافت شده است. تشخیص انجام داده ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت ختلان تصدیق کرد که این بسته یافت شده مواد مخدر نوع حشیش بوده، وزن عمومیشان 20 کیلو را تشکیل می‌دهد. نسبت به این حادثه بر اساس ماده 200 قسم 4 معاملات مقدار مخصوص انزیات مواد مخدر 289 قسم 3 قاچاق، 335 قسم 2 عبور غیر قانونی مرز و 195 قسم 2 غیر قانونی نگاه داشتن و گرداندن سلاح پرونده جنایتی گشوده شده است. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین و افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. هر سال در تاجیکستان بیش از 2 تن مواد مخدر یافت و مصادره گردیده 100 نفر را با جرم قاچاق واسطه‌های نشه‌دار دستگیر و زندان می‌کنند.